از یه روستای ناشناخته در بوجنورد به جایی رسید که بیل گیتس میگه اگر دنیا سالم‌تر بشه مسیرش از این مرد میگذره. دانش وحدت، یه پسر از پاقله بوجنورد، جایی که خیلی‌ها حتی باور ندارن آینده‌ای ازش بیرون میاد، اما اون با یک ایده دنیا رو مجبور کرد بایسته و نگاه کنه. از بوجنورد رسید به دانشگاه شریف، از شریف رفت جانز هاپکینز و بعدش هم آکسفورد. و حالا تو جلسه‌های محرمانه با اپل، گوگل و غول‌های بزرگ پزشکی دنیا میشینه. شرکتی که ساخت یعنی هوما الان یک امپراتوریه. 400 نفر در 5 قاره، بیش از 200 میلیون دلار سرمایه. و هدف آدم‌ها قبل از مریض شدن درمان بشن و نه فقط درمان، پیشگیری و سلامت دائمی. ایده‌ای که نقشه بازی دارویی دنیا رو عوض کرد، تا جایی که بیل گیتس بهش گفت اگر قرار تکنولوژی دنیا رو سالم‌تر کنه مسیرش از هوما میگذره. یه پسر ایرانی که آینده پزشکی جهان رو بازنویسی کرد. اگر به این افتخار می‌کنی لایک کن و برای دیدن داستان‌های واقعی ایرانی که دنیا رو تغییر دادن گلدن پیج رو دنبال کن.